کسی اگر در سرش مشکلی داشته باشد یا در مشقتی سخت گرفتار باشد، دعای کرب هست، دعای مشقت است و این دعای مشقت باید حفظ دانید. من حاضر میخوانم دعا را تا اینکه شما حفظ کنید آن و نوشته گیرید یا که در کتاب ها هست. حدیث عبدالله ابن عباس هست رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يقول عند الكرب لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات والارض و رب العرش الكریم. سه جمله. در وقت کرب، مشقت سخت، وقتی که مشکلی سخت به سر می آمد، در وقت تنگی، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند که لا اله الا الله العظیم الحلیم، نیست معبودی بر حق، نیست الهی بر حق غیر الله تعالی و او عظیم هست و حلیم هست. غالبا اگر شاه ها عظیم باشد جبار میشد، یعنی پادشاهی ابر قدرتی صاحب پول و مال و قدرتی کلان شود ظالم میشد. اما الله تعالی عظیم الحلیم، عظیم هست، واقعا عظیم هست و حلیم هست، مهربان و ملایم، مهربان به بندگانش است. لا اله الا الله العظیم الحلیم، غیر او دیگه معبود بر حق نیست. الله تعالی یگانه است و عظیم و حلیم است. لا اله الا الله رب العرش العظیم، غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست، او صاحب عرش بزرگ است. از همه عرش بزرگ و این از همه مخلوق بزرگترین در دنیا عرش الله تعالی هست، یعنی تحت پادشاهی الله تعالی. عرش عرش تحت در لغت عرب تحت پادشاهی ترجمه شد. الله تعالی به عرش حاجت ندارد و به غیر عرش هم. الله تعالی از همه چیز بی حاجت است. الله تعالی بود چیزی نبود، لیکن او صاحب عرش عظیم است. عرش الله تعالی تمام مخلوقات را احاطه کرده گرفتگی است به شکل دایری. تمام مخلوقات و موجودات، حتی جنت و دوزخ هم، هفت قبض آسمان و هفت قبض زمین، همش در داخل است و عرش نهایت مخلوق عظیم است. اگر تمام هفت قبض آسمان با همراهی هفت قبض زمین، تمام سیاره ها یک جا جمع کرده شد، در نزد کرسی مانند انگشترین در صحرا هست. انگشترین اگر به صحرا پرتاییم، خیلی در یک صحرای کلان انگشترین میده هست، در نزد کرسی تمام مخلوقات، آیت الکرسی هست که در قرآن، تمام مخلوقات مانند انگشترین در صحرا و همراهی کرسی و تمام مخلوقات در پیشگاه عرش مثل یک انگشترین در صحرا هست. عرش تمام مخلوقات را احاطه کرده است. بزرگترین مخلوق الله تعالی از روی حجم، نه از روی مرتبه. از روی مرتبه جناب رسول الله صلی الله علیه و حضرت محمد علیه السلام بهترین مخلوق الله تعالی است، لیکن از روی حجم، بزرگیش، این عرش است و در بالای عرش چیزی نیست. یگان مخلوق در بالای عرش، در بالای عرش، بیرون از عرش فقط الله تعالی است. عرش تمام مخلوقات را احاطه کرده است. لا اله الا الله رب العرش العظیم، غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. الله تعالی یگانه هست. رب العرش العظیم، او صاحب عرش عظیم هست. لا اله الا الله رب السماوات والارض و رب العرش الکریم، غیر او دیگر معبودی بر حق نیست. الله تعالی یگانه هست، او پروردگار آسمان ها و زمین ها و پروردگار عرش کریم است. امام نووی در زیر همین حدیث دارند که هو حدیث جلیل ينبغي الاعتناء به والاکثار منه عند الكرب والامور العظیمه. این حدیث جلیل هست، بزرگ هست، باید به این حدیث اهمیت داده شود و بسیار گفته شود در وقت کرب، مشقت و کارهای عظیم، در وقت کارهای بزرگ گفته شود. امام طبری مفسر قرآن، امام مفسرها گفتند که کان السلف يدعون به و یسمونه دعاء الكرب. علمای گذشتگان، صحابه های تابعین و تبع تابعین با این دعا میکردند و این را دعای مشقت مینامیدند. این دعا را برادرای عزیز، کدام آدمایی که مشقت دارد، در حالات سخت گرفتار شده است، این دعا را با اخلاص تکرار کنید. لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات والارض و رب العرش الکریم. بله، الله تعالی مشکلاتنا آسان گرداند.